امروز شما رو دعوت میکنم به خوندن کتاب آدم‌های سمی. آیا تا به حال به این فکر کردید آدم سمی زندگی اطرافیانتون هستید یا نه؟ ما در دوران‌های زندگیمون گاهی برنده میشویم و گاهی بازنده. بدون شک هیچ احساسی شیرین‌تر از لحظه پیروزی نیست و هیچ احساسی تلخ‌تر از لحظه شکست. اما باید بیاموزیم به شکل رشد یافته‌ای با شکست‌ها و پیروزی‌هایمان مواجه شویم. باید یاد بگیریم زندگی میدان مسابقه نیست و اطرافیانمان رقبای ما نیستند. زمانی که متوجه شویم مقایسه کردن بالاترین نقطه ضعف هر انسانی است که لازمه همیشگی آن حسادت است،